هر روز که میگذره بیشتر متوجه میشیم که این وزیر وزرا و سران حکومت آخوندی چقدر بدبخت و مفلس و فقیرن. من نمیدونم مثلا این کمیته امداد چرا هیچ غلطی واسه این بیچاره ها نمیکنه. آقا واقعا دلمون کباب شد. چرا پس این بهزیستی سرپرستی این وزیرای کابینه رو به عهده نمیگیره؟ آخه مجری از وزیر نفت رژیم آخوندی میپرسه که آقا شما درآمد و حقوقت از وزارتخونه چقدره؟ ببینید بدبخت بینوا چی میگه. درآمدتون با وزرای دیگه فرق داره؟ درآمد خودتون؟ نه، من جز حق مأموریت که برای سفرهای خارجی از شرکت نفت میگیرم که اونم مطابق اون چی که دولت تصویب کرده، حقوقمو هیچ وقت از وزارت نفت شرکت نفت نگرفتم. من از ریاست جمهوری حقوق میگیرم مثل همه وزرا. یعنی اصلا درآمد شما از وزارت نفت نیست؟ نه، من هیچ یک ریالم از نفت. چجوری میشه آدم این همه دلار زیر دستش باشه بعد همون 10 میلیون میگفتین؟ 9 خورده اجرا حقوق کفاف میده؟ بالاخره باید زندگی کرد دیگه. ای بابا عجب گیری کردیم تو این زندگی. بابا جان اگه به فکر صرفه جویی در منابع ملی نیستین، لااقل به فکر جیب این پدر فقیرتون باشین. کم کن صدا اون تلویزیون لامصبو. بابا جان مگه من چقدر حقوق میگیرم که شما اینطوری بریز و بپاش میکنین؟ قبض برق اومده 420,000 تومان. آخه من چجوری اینو پرداخت کنم؟ قبض موبایلاتون هم که روی هم اومده 2,700,000 تومان. 6 میلیون تومان هم که اجاره ویلای لواسونه. 9 میلیون هم که قسط بانک آپارتمان قیصریه. ای بابا من چجوری با این حقوق بخور نمیر زندگی به چرخونم آخه؟ چرا یه ذره به فکر جیب من نیستین؟ این دیگه چیه؟ 8 میلیون تعمیر ماشین شاسی بلند. عجب گیری کردیم ما. بلیت تور اسپانیا 16,700,000. چیه؟ شهریه دانشگاه 43 میلیون. بابا بیچارم کردین شما. 74 میلیون عمل زیبایی. چه خبرتون آخه؟ باشه حالا این ماه رو هم من با همین حقوق بخور نمیر رو خودم پرداخت میکنم، ولی از دفعه بعد اینجوری هزینه نکنید. من یه وزیر سادم، وزیر نفتم، وزیر مسکن نیستم که اینجوری خرج میکنین شما ها.